بخصوص مهاجرین که امروز در یک حالت معلق قرار دارند، نمیدونند برگردند بیستند، تقدیر آنها چی می شود. باید ما آهسته آهسته این گونه تحلیل ها رو بیشتر کنیم و واقعیت ها رو با چشم باز ببینیم و دیگر جای نگرانی، جای ترس نیست. اگر اونهایی که فکر میکردن که ما حکومت رو تنقید کنیم شاید که وضع از این بدتر شود، دوستانی عزیز، از این بدتر دیگر چی می شود؟ تاجیکستان امروز از جمله 10 کشور قشاق‌ترین دنیا هست، از جمله 15 کشور فسادزده ترین دنیا هست. البته بانک جهانی هم دیگر امیدش رو از ما کند، میگوید که دیگر مهلت پرداخت قرضها را و فایزها را هم مثل کشورهای دیگر افریقایی مثل یمن، مثل سومالی اینها از بحرش بگذارید و عقب پرتید. ما از جمله 8 کشوری در جای 8م هستیم از لحاظ سرکوبگرترین حکومت جهان هستیم، مثل کره شمالی و سوریه و دیگر کشورها. خب از این بدتر برای یک ملت چی هست؟ چی میتواند باشد که حالا هم ما بگیم که دیگر تنقید نکنیم، حرف نزنیم؟ من فکر میکنم که اینجا باز دیگر البته نه با روش های خیلی هم خشین افراطی، حالا چی افراطی، افراطگرایانه از لحاظ سیاسی هست، دنیوی هست یا مذهبی هست، ولی با راه‌های متمدن با یک جسارت باید موقع خود را بگیم که این طرز حاکمیت کردن دیگر ملت را به نابودی بردن است و من امیدوارم که این گونه صحبت ها، این گونه موقع گیری ها در آینده بیشتر خواهد شد و ما هم در پیمان ملی تاجیکستان در خدمت مردم عزیزمان خواهیم بود.